السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، اینا لله و اینا الیه راجعون. ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم ان شاء الله. عالم زمان، شخص معتبر، استاد ما که مهری و در دل تمام مسلمان، در دل خصوصا مردم تاجیکستان هست. محترم حضرت عالم، استاد تمام کل مسلمان، حضرت دام الله حکمت الله از دنیا درگذشت. خداوند کریم جاش جنت بگردانه. پروردگار جنت الفردوس در بری صحابهان و پیغمبران جاش باشه. خدایا، استاد ما بود که قلب ما، دل ما برای وی میسوخت. متاسفانه روز یکم رمضان و قضای الهی و سوی دوست خودش و سوی پروردگار بازگشت. خواستم این خبر کنم، در حقش دعاگو باشه ان شاء الله. اون استاد شخصی بود که قریب میلیون ها شاگرد مقصد تیار کرده، عالم و قاری قرآن ها کرده ان شاء الله و تمام دنیا روان کرد. نه تنها تاجیکستان، تمام دنیا پیش وی درس میگرفتن ان شاء الله. با درس گرفته این شدن. در حق استاد، در حق دام الله حکمت الله دعاگو باشه. در حق تمام مسلمانان دعاگو باشه. در این ماه شریف رمضان دستگیری همدیگر باشه. دست کمک و خیر خود رو هیچگاه قطع نکنه. این دنیا کرای هیچ گپ و خبر نمیکنه. فقط یک ذره مقصد خیر از هر یک خدمت شما دوستان عزیز میمونه در این روزی دنیای دو روزه. خداوند نگهبان تو باشه. قلبم میسوزه، کمک گپ زدن هم نمیتونیم. حاضر گپ زدن، تلفن کردن، فهمیدیم. متاسفانه هیچ کار میکنی. پیغمبر ها رفتن، صحابه ها رفتن، عالما و حضرت ها میروند ان شاء الله. ما هم برنوبت میرویم. به هم خاطر دوستی و برادری هیچگاه فراموش نکنید. خداوند نگهبان هر یک کدوم شما باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقربین را خدا میگه. سوره واقعه آخرش حالات محتضر را بیان میکند. الله تعالی میگه منکران قیامت، اگر شما میگه قیامت نیست، جلوی مرگ را بگیرید. یکی از دلایل قیامت مرگ. مرگ وقتی میخواهد بیاید، شما جلوی مرگ را بگیرید. الله تعالی میگه هیچ قدرتی نیست. من وقتی هر کس را میخواهم بکشم و انتم حینئذ تنظرون، شما دیگه نشستید و دست را بالای دست میگیرید. جز نگاه کردن حضرت دکتر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا صاحب، حضرت بادشاه صاحب، حضرت صاحب مال دارد جان میدهد و هیچ قدرتی نیست که جلوی مرگ را بگیرد. یکی از دلایل قیامت مرگ است. الله تعالی میگه ان کنتم غیر مدینین ترجعونها. خب بعد از مرگ چی؟ الله تعالی میگه هر انسانی که به مرگ حاضر میشد، اینو میگه محتضر، از سه حالت خالی نیست. فاما ان کان من المقربین، این انسانی که به کام مرگ افتاده است از مقربانه، از انبیاء، از صدیقین، از شهدا، با او چه معامله میشه؟ فراح و ریحان و جنت النعیم. شاید میگه نه، روحا دارن میاید، حاضرن. حالا میگه میگن آمد. الله تعالی میگه مقرب فراح و ریحان و جنت النعیم.